اینجایی که میبینین اینجاست که عباس رو خاک کردن، که اینجا ما داریم وارد میشیم تو جایی که عباس رو خاک کردن و این ویدیو هم حدود نیم ساعت فقط، یعنی حدود نیم ساعت قبل که عباس رو خاک کردیم از اینجا وارد میشی تو جایی که خود عباس همیشه دوست داشت. یه جایی که واقعا جای خوبیه. بعدن هم اون قسمت آخرشه که حدود 1 ساعت پیش عباس خاک کردن. بعد این قسمتی که هست قسمت مسلمونا هم هست، یعنی همونطوری که عباس همیشه صحبت میکردیم و شوخی میگفت این قسمت مال قسمت مسلمونا هم هست و جای خیلی خوب که دیگه خدا بیامرزتش. این جایی که عباس همیشه واقعا میومد، هر کی میمرد اینجا تو لس آنجلس، هر کی میمرد عباس چه میشناخت چه نمیشناخت، چه خواننده بود چه هنرپیشه بود، فوری حلوا رو درست میکرد و با یک عالمه خرما میومد که امروز هم همینطور شد. که امروز هم همینطور شد و We're all gonna go up. Yeah. I'm gonna video too. And you keep talking. جایی که عباس رو حدود نیم ساعت پیش 1 ساعت پیش خاک کردیم که بعد از همه این چیزها حالا میبینید این جایی که حدود نیم ساعت پیش 1 ساعت پیش دیگه تموم شد. این صندلی‌ها هم که میبینیم اینجا این صندلی‌ها هم که اینجا میبینیم مال همینایی بودن که الان اومده بودن مثل عباس. Oh, you see that rabbit? Where? You never see it behind it. Tree. بعد اینجایی که چند تا گله که اگه نگاه کنین خیلی چیزه، این قبر عباسه، یعنی تازه حدود 1 ساعته، ولی با امید خدا تا چند وقت دیگه واسه سنگ قبرم میگیریم و دیگه تموم شد. آبرومندانه و مسلمونی و همه چیز کامل شد. یعنی واقعا همه چیز درست شد. خدا بیامرزتش.